5 تا مقاومت 8 ohmi رو به همدیگه بستیم. R1 R2 R3 و R4 و R5 همشون 8 ohmه. مقاومت معادل بین F و H چقدر است؟ دو تا نقطه F و H این کنار ها هستن، نباید از دستشون بدیم. F و H نباید از دست بدیم. باید ببینیم که همه اینها رو تبدیل به یه مقاومت کنیم، اون عددش چند میشه. ابتدا متوالی و موازی رو تشخیص بدیم. R1 و R2 از این قسمت بالا به هم وصل هستن، متوالی هستن. R4 و R5 از نقطه G که برای ما مهم نیست به هم وصل هستن، اینا متوالی هستن، یعنی G از بین میره، اشکال نداره. پس